کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 11 ایول سال 2022 از دریا و کانال‌های تاجیکستان جسدهای باش 4 نفر غرق شده را پیدا کردند. یکی از آنها فرنگی شوبیبولوی و از شهر خوروغ است که از روز 29 ایون جستجویش داشتند. نیمه دوم روز 11 ایول به نوبتدار ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان زنگ زده خبر دادند که در روبروی دهه یومج جماعت پارشنی و نویه شغنان در حدود افغانستان جسد یک زن یا دختر یافت شده است. جسد را توسط پول تیم شهر خوروغ به مقامات تاجیکستان دادند. معلوم شد که این ساکن 18 ساله محله تیرچی جماعت سامانشهر شهر خوروغ بوده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت این دختر هنوز روز 29 ایون سال 2022 از خانه برآمده به سمت نویه روشقله رفته بود، ولی به جایی که باید می رفت نرسید. قبلا در شبکه‌های اجتماعی از جمله در سامانه بامداد اعلان درباره جستجوی شوبیبولوی و فرنگیز سال تولدش 2004 ساکن شهر خوروغ نشر شده بود. گفته میشد که فرنگیز از خانه برآمده به طرف نویه روشقله روان شده است، ولی با همین بی‌درک شده است. همین طور روز 11 ایول در حدود نویه کوشانیان از دریای وخش جسد مرد 40 ساله ساکن دهه لولزار جماعت هلالی نویه خراسان را بیرون آورده به مقامات سپاریدند. این مرد روز 9 ایول در روز عید قربان غرق شده بود. حالت سیم در حدود نویه رودکی ثبت شده است. شام 11 ایول ساعت 20:15 دقیقه به نوبتدار کمیته حالتهای فوق‌العاده از شعبه میلیس نویه رودکی خبر دادند که در جماعت سر کشتی در دریا جسد یک جوان را پیدا کردند. معلوم شد که او ساکن 22 ساله شهر دوشنبه بوده است. همین طور روز 11 ایول سال 2022 ساعت 15:00 دقیقه یک ساکن 60 ساله نویه شهر نو در کانال دهه جزئی غرق شده است. جسد را از آب بیرون برآورده به مقامات سپردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده همچنین بعد ظهر روز 8 ایول سال 2022 خبر داد که دو نابالغ در منطقه پول سلطان کبیر دریای دوشنبه در آب غرق شدند. حاضران یکی را نجات دادند، دومی از نظرها ناپدید شده است. دسته نجات ریاست فوری به جای حادثه رسیده بعد راه اندازی کارهای جستجویی و نجات ساعت 18:00 دقیقه جسد نابالغ غرق شده را پیدا و به کارمندان حفظ حقوق سپاریدند. نورسان که یکی 12 و دومی 13 سال داشت هر دو ساکنان کوچه حاصلات نویه فردوسی پایتخت بودند. سبب مرگ نابالغ تحقیق می شود. همچنین یک پسر 9 ساله ساکن دهه خواجه سرتیز جماعت دیهات کشتیپه نویه تیمور ملک نیز روز 9 ایول سال روان هنگام آبازی در رود سرخاب غرق شده است. همدیگان جسد او را پیدا و به والدانش سپردند. بنا به آمار کمیته حالتهای فوق‌العاده از اول سال 2022 در کل دریاهای تاجیکستان الکی حدود 80 نفر غرق شدند. تقریبا نصف قربانیان را نابالغان تشکیل میدهند. سال 2021 در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 نابالغ غرق شده بود.